موفق ترین فردی را که می توانید تصور کنید، یک میلیاردر، یک مدیر، یک مخترع. اکنون از خود می پرسید که آنها چگونه به این موفقیت دست یافتند. احتمالاً در این حالت به سخت کوشی، فداکاری و هوش او فکر می کنید. این عوامل بی تاثیر نیست، اما در این میان نقش شانس را هم دست کم نباید گرفت. در این کتاب ما به نقش شانس در موفقیت نگاه می کنیم و استدلال می کنیم که نه تنها استعداد و مهارت، بلکه شانس هم ممکن است عامل مهم در موفقیت افراد باشد. معروف است که میگویند کسانی که به موفقیت اقتصادی بزرگ دست می‌یابند از طریق سخت کوشی، فداکاری و ایده های عالی به این جایگاه میرسند و میگویند هر کس که به اوج میرسد لایق موفقیت، قدرت و اعتبار خود است، در حالی که آنهایی که شکست میخورند هم شایسته باخت هستند، زیرا به اندازه کافی تلاش نکردند. اما این منطق یک مشکل اساسی داره. مطمئناً افراد موفق برای ثروت خود سخت کار میکنن، اما این را هم در نظر بگیریم که در ازای هر فرد موفق هزاران نفر دیگر هم به همان اندازه با استعداد و سخت کوش هستند، اما هرگز به ثروت بزرگی دست پیدا نمیکنن. چرا؟ عامل مهم در اینجا شانس محض است. این شانس میتواند به اشکال مختلف باشد. به عنوان مثال، شرایطی که در آن متولد شده اید کاملا تصادفی است، اما تأثیر زیادی در مسیر زندگی شما دارد. برای فردی که از پدر و مادر ثروتمندی در یک کشور توسعه یافته به دنیا می آید، پول درآوردن ساده تر است تا افراد با استعدادی که در شرایط سخت به دنیا می آیند. حتی خود استعداد هم به شانس بستگی دارد. برخی افراد با استعداد ذاتی متولد می شوند و برخی فرصت بیشتری برای کشف و پرورش استعداد خود دارند. در هر صورت اگر استعداد ویژه‌ای دارید، خوش شانس هستید. در جامعه ما برنده همه چیز را تصاحب می کند. آنهایی که منابع بیشتری دارند بیشتر پیشرفت می کنند، در حالی که بقیه مردم ضرر می کنند. برخلاف داستان شایسته سالاری، پاداش نهایی فقط نصیب عده‌ای از خوششانس ها می شود. وقتی فردی را در بالاترین سطح حرفه‌ای خود می بینیم، از خود می پرسیم که چرا او به او جایگاه رسیده است. تام کروز یک بازیگر بزرگ و مشهوری است. بیل گیتس یک میلیاردر و یک تاجر باهوش است. و نویسنده این کتاب رابرت فرانک یک اقتصاددان با تحصیلات عالی است. این افراد آدم‌های شایسته و موفقی هستند، اما جدا از استعداد در موفقیت آنها معمولاً عوامل دیگری نیز نقش داشته، یعنی شانس. برای مثال بیل گیتس بدون شک باهوش است، اما او این شانس را داشت که در اواخر دهه 1960 به مکتبی برود که امکانات و کامپیوتر دارد. این مکتب یکی از محدودترین مکانهایی بود که برای دانش آموزان دسترسی به کامپیوتر را فراهم کرده بود. بیل گیتس جوان یکی از محدود دانش آموزانی بود که در آغاز عصر دیجیتال برنامه نویسی را یاد گرفت. شانسی که او را به فرد پیشگام در علوم کامپیوتر تبدیل کرد. چه چیز تعیین می کند که چه کسی برنده شود؟ قطعاً مهارت و استعداد. اما اگر یک کارخانه به بهترین و طنازترین چوب دسترسی داشته باشد چطور؟ همین شانس ممکن است به آنها مزیت دهد. برخی از اقتصاددانان استدلال می کنند که درآمد یک فرد توسط سرمایه انسانی او تعیین می شود، یعنی مهارت‌ها، تحصیلات، هوش و سایر ویژگی‌های فردی او. این موارد تعیین می کنند که آن فرد چقدر در بازار کار ارزش دارد. اما این تصور درست نیست. پردرآمدترین افراد امروزی نسبت به نسل‌های قبلی پول بیشتری به دست می‌آورند، اما این جهش با افزایش قابل توجه در توانایی خام مطابقت ندارد. در عوض نابرابری‌های امروزی می‌توان تا حدی به فناوری و بازارهای در حال گسترش توضیح داد. مردم معمولاً متوجه شانس‌هایی که به دست می‌آورند نیستند. بیایید یک آزمایش سرگرم کننده را بررسی کنیم.
از هر راننده‌ای که دیدید بپرسید که توانایی رانندگی خود را چگونه ارزیابی می‌کند. به احتمال زیاد آنها خود را بالاتر از میانگین ارزیابی می‌کنند. در واقع 90% رانندگان میگویند که مهارت آنها بالاتر از حد متوسط است. واضح است که مردم همیشه دنیا را به درستی درک نمی‌کنند. این امر در مورد تشخیص نقش شانس در موفقیت هم صادق است. مشخص است که شانس نقش اساسی در موفقیت شغلی یا پولی افراد دارد. اما وقتی از مردم خواسته می شود عواملی که فکر می کنید منجر به موفقیت هایشان شده را فهرست کنند، کمتر کسی از شانس اسم می برد. بلکه مردم به عناصر تحت کنترل خود مثل اخلاق کاری یا هوش تجاری تاکید می کنند. حتی برنده های قرعه کشی در مورد استراتژی درخشان خود در انتخاب اعداد حرف می زنند. برای خوششانس بودن جامعه باید خوششانسی را عمومی کنیم. رحمان در روستایی در نیپال زندگی می کند. او مهربان، باهوش و خلاق است. او آشپز خیلی خوبی است. ماشین‌آلات صنعتی را نیز ترمیم می کند و در تجارت بسیار موفق است. علیرغم این همه هنری که دارد، رحمان هرگز بیش از $1500 در سال درآمد نخواهد داشت. اگر همین آدم در یک کشور ثروتمند و توسعه یافته به دنیا می آمد، احتمالاً به عنوان یک سرآشپز مشهور، مهندس مکانیک یا معامله‌گر وال استریت به ثروت مطلوبی می رسید. ثروت رحمان بیش از هر چیز دیگری به محل تولد او بستگی دارد. در مورد وضع زندگی، محل تولد شما بیشتر از هر چیز دیگری تاثیر دارد. در کشورهای پیشرفته عوامل مثل زیرساخت، سیستم آموزشی و بازار کار قوی وجود دارد که احتمال ایجاد یک زندگی موفق را بیشتر می کند. اما باید تلاش کنیم که افراد بیشتری از فرصت‌هایی که این محیط جذاب فراهم می کند بهره مند شوند. متاسفانه ما دقیقاً برعکس عمل می کنیم. از آنجایی که ما انسان‌ها نقش شانس را در ساختن ثروت کمرنگ می کنیم، بسیاری از افراد ثروتمند فکر می کنند که موفقیت آنها امر شخصی است. آنها هر گونه تلاش را برای گسترش عدالت ناعادلانه می دانند. با این حال اگر نحو نگرش خود و موفقیت را تغییر دهیم و نشان دهیم که بیشتر موفقیت به شانس بستگی دارد، می توانیم ایده مالیاتی بالاتر برای کالاهای عمومی را قابل قبولتر کنیم. کمی فروتنی و همکاری برای پیشرفت بسیار مهم است. اسکات فورستال تمام مهارت‌های لازم برای راه اندازی یک کسب و کار موفق را داشت. به عنوان معاون ارشد اپل، او در ایجاد سیستم عامل iOS سهیم بود. بسیاری تصور می‌کردند که او مدیر عامل بعدی شرکت می‌شود. اما او در سال 2012 از اپل اخراج شد. مشکل این بود که فورستال زیادی جاطلب و متکبر بود. و گفته همکارانش توجه او فقط به خودش بود. زمانی که پروژه های بزرگ موفق می شدن، او اعتبار کار را به خودش نسبت می داد و در صورت شکست تمام سرزنش را برای دیگران نسبت می داد. در پایان مهارت مهندسی فورستال نتوانست بر ویژگی های منفی او غلبه کند. به نظر می رسد موفقیت فردی زمانی اتفاق می افتد که دیگران را قدردانی کنیم. مردم خیلی خودخواه هستند. در علم اقتصاد گاهی اوقات به ما انسانها حیوان اقتصادی هم می گویند. حیوان اقتصادی همیشه بر اساس آنچه بیشترین نفع برایش دارد تصمیم می گیرد. برای مثال اگر قیمت حاملهای انرژی بالا برود، می توانیم انتظار داشته باشیم که او خانه اش را کمتر گرم کند و یک موتر کم مصرف بخرد. ممکن است به نظر برسد که بهترین و منطقی ترین راه برای پیشرفت در زندگی این است که همیشه از دستاوردهای خودتان صحبت کنید، اما واقعیت چیز دیگری است. بیشتر موفقیت ها از کار تیمی به دست می آید و مردم یک خودشیفته را به عنوان همتیمی خود نمی خواهند. آنها افرادی را می خواهند که بتوانند همکاری کنند، موفقیت ها را به اشتراک بگذارند و تصویر بزرگتری را فراتر از خودشان ببینند. پیام کلیدی کتاب:
ثروتمندترین و موفقترین افراد اغلب میگویند که دستاوردهایشان به دلیل سخت‌کوشی به دست آمده است. اما حقیقت این است که بیشتر داستان‌های موفقیت به مجموعه از خوششانسی متکی است. چیزهایی مثل متولد شدن در کشور مناسب، ملاقات با افراد مناسب یا حتی وزیدن باد در جهت مناسب.